که بگویند کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد. نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد که او را میبینن مردم همچنانی که او مردم رو میبینه، منتها نمیشناسن. در بعضی از روایات تشبیه شده است به حضرت یوسف که برادران او رو میدیدن، بین آنها بود، در کنار آنها بود، روی فرش آنها راه میرفت ولی نمیشناختن. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ظهور اون حضرت رو هرچه نزدیکتر کند، ما رو جزو یاران اون بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بدهد.